ببینید پیشرفت مسائل دنیوی وابسته به دین نیست. این نکته خیلی باریکی داره. شاید هم بعضی واکنش نشان بدن که چرا گفته. در بحث مسائل ترقی و رشد و اکتشافات دنیوی این وابسته به دین نیست که تو نماز بیشتر بخوانی، روزه بیشتر بگیری، به اصطلاح شب تهجد بیشتر بخوانی، تو بیشتر پیشرفت میکنی، کشورت ساخته میشه. بلکه به چی است؟ وابسته به استفاده از وقت است، مطالعه است، کار است، تلاش است. یعنی او درست است غیر مسلمان است ولی سالانه بالاتر از 70 کتاب مطالعه میکنه، ولی بیا در کشور ما یک سرویس صورت بگیره جوانان ما چند تا کتاب مطالعه میکنه سالانه. او درست است غیر مسلمان است، یک دقیقه وقتش بیهوده مصرف نمیکنه، ولی سالانه شاید میلیون ها جوان ما عمرشو بیهوده مصرف میشه. 3 میلیون خطا معتاد در روی جاده و خیابان افتاده است که هیچ بهره از عمرش نمیبره. و چقدر جوانان ما برای مثال دیگه مصروف هستند. هر کسی که از وقتش بیشتر استفاده بکنه، علم و دانش بیشتر کسب بکنه، یگانه راهی تسلط بر جهان هستی علم است. استاد عزیز، وقتی شما در قرآن مراجعه کنید و ان الله قد احاط بكل شیء علما، خداوندم که خداوند است به اساس علمش بر جهان هستی احاطه میکنه و اساس قدرتی که داره بر جهان هستی تسلط داره. خود پروردگار میگه الله با علمش بر دنیا احاطه داره. یعنی به این معنا اگر میخواهی زور داشته باشی، قوت داشته باشی، احاطه داشته باشی، دنیا را تسخیر بکنی، یگانه راهش علم است. بله. شما وقتی در قرآن مراجعه میکنید میگه یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات فانفذوا لا تنفذون الا بالسلطان. ای معشر جن و انس، اگر شما بخواهید به اطراف آسمان قدم بگذارید نمیتوانید مگر میتوانید با وسیله علم، عقل، قدرت، توانمندی. وقتی شما در قرآن مراجعه کنید میدونید میگه که چرا رشد نمیکنیم ما؟ چون ما از قرآن استفاده نمیکنیم. تا دیروز برای ما تلقین میشد، حتی ما از منبر میشنیدیم که به اصطلاح مولوی صاحب ما که تظاهر به لباس علمی عالم داشت میگفت که بالاخره دین مخالف دنیا است، نباید مسلمان تلاش بکنه، نباید مسلمان کار بکنه، در حالی که کل اینمی شعار ضد قرآن است. وقتی شما در قرآن مراجعه کنید قدری که در قرآن در مورد کار و تلاش تاکید شده که حتی ساعتی هم به نام روز رخصتی شما در اسلام ندارید.